الو 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 سلام. سلام، خوبی؟ چطوری؟ مرسی. شما؟ دست نقاشی. خیلی ممنون. مرسی. چطوری؟ خوبی؟ شما؟ علیم. کدام علی؟ دیشب زنگ زدی. دیشب زنگ زدم؟ آره. خب خوبی آقا علی؟ چطوری؟ خوبی؟ مرسی. سلامت باشی. الان کجا؟ الان کرمانشاه. اصلا منو خراب کردی. چرا؟ فردا میای گران خد جمعت. فردا؟ ببین فردا میای جمعت. من سر کار نیستم. الان من سرویسم. نگاه الان میام خیرم میان 105 دیگر. تقریبا دسترس نیستم. بعدش؟ فردا میای گران. من سر کار نمیرم تا یه وردایی بزنیم بریم کولی هایی بکنیم. بریم کجا؟ بریم کو. کو؟ بریم کو نزدیکی های سامانه شاق. بابا میبینم. حال کو حال میدونم بابا اونجا معلومه دیگه میگیرن. اما چی ببینه یا میبینیم کو بچه هر روز میارم ما خودمان رفیق دوست داریم میبریم جمع میگن پس. خودت تنهایی؟ اول الان خودم تنها. نه میگم اگر بریم خودت تنهایی؟ آره گفتی با خودم میارم گفتی کسی بیاد بیارم. خب اگر تا غروب بیام اونجا چقدر بهم میدی؟ بله؟ میگم چقدر بهم میدی؟ نمیدونم چی میگی. میگم تا غروب اونجا باشم چقدر بهم میدی؟ متوای شم سر صدا ماشین نمیدارم. خب الو خب تا غروب چقدر بهم میدی؟ چقدر میگیری؟ اگر تا غروب باشه 50 تومن میگیرم. نه بابا خبرم 50 تومن. ببین من ما گیلانی کردستی شلوال دستی کنمانه نه اینجوریه. خب ببین ما روزی 3-4 بار این چیزا مخوریم. ببین آقا علی، خب من اگر یه ساعت تو کرمانشاه باشم 100 تومن چیزم. بابا نه چطور 100 تومن میدن؟ همه بچهای بیکارن معتاد. نه بابا بچهای باحال که حال کنی. نه اونا هم خوششناسم میشناسم. اصلا ایستاده هم حرف دو بزن. خب اگر 4-5 ساعت بیام پیشت من 50 تومن میگیرم. 4 نفر با خودم میارم 50 تومن میگیرم. نه خیر نه اون نمیشه 4-5 نه معامله کو. نه خیر اجازه نخو معامله کو دیگه. ببین آقا علی میخوام ببینم از این چجوری باشه. اگر منو ببینی به خدا همیشه میاد پیشم. واقعا چند ساعت است؟ واقعا دروغ نگو با من. به خدا 29 سالم. کاشی عکس بفرستی به چیز بس های مسیجه بفرستینم چجوریه؟ عکس ما بدم به کی؟ عکس رو بفرست و مسیجش کن با موبایل. خب من سرم ازش نمیشه. داری؟ من میگم سرم نمیشه اینجوری عکس بفرستم. چرا از سر نمیشه؟ از این کارا چجوری سر میشه؟ خب اینجوری که معلومه دیگه. من ذره ببینم ببین چجوری ببینی منو میخوری. خب ای کاش که اگر افتادی دستم یه حالی به دست بدم که علی خران نکنی. آره جان خاطر یه حالی به بدم جمعت کنم. باشه روزی خودم بلند کنم. خب دم دستگاه خوبه؟ او اگر دیدی میدانی خوبه یا بده؟ نه کلفته یا کوچیکه؟ کلفته ولا کلفته. های چجوریه؟ چشم سر رنگ تو؟ چشم آبیه. چشم آبیه. لبه چجوریه؟ لبم قنچه‌ایه. بعد دوپلم. شما آمد. بعد سفیدم. لباس چه تره؟ لباس چه تره؟ لباس همیشه مانتو سفید میپوشم. داری؟ همیشه مانتو سفید میپوشم. همیشه مانتو سفید. شلوار چه رنگیه؟ شلوار من از این آبیه است. او زوری پوشتره چجوریه؟ پوشتره بجورم بیفته. اونم خیلی خوبه. باسن همه میگی؟ خیلی باشه زیر پوشتره بیارم پایین و بذارم توش. خب من 50 تومن میگیرم. اگر منو ببینی به خدا اول 100 تومن بهم میدی. مرداره میای یا نه؟ صاحب دروغ نگو. خب ببین خودتر او شب ما 5 نفر بودیم به علی خستم. آخه 50 تومن باز نکردیم. ببین ما داشتیم ماشین هم داشتیم. شما ای با ما دروغ دارید.
گفتی میام چه ببین همون شب گفت خواهدی بگی ما گفتی میای گواور میاییم سرقت چهارشب ما 5 نفر بودیم ببین حال به دست دادیم ببین به جان علی نمیشه آخه 5 نفر اونم کردم من میترسم از کلا آخه ما کردیم نترس خب نه از اون که نمیترسم قبول کنی خودم تنهایی میام اگر گفتی ببین کسی دارم هم باش میارم خب کسی بیاری پول نده و اینا من از خب سرم یا سوالش کردم مردانه جا داری یا نه مردانه والا یه نفر دیگه رفیق دارم اگر اون شوهرش بره میریم پیش اون دیگه بیام خود خانه نداری؟ دارم آخه نمیشه شوهرم بعضی وقتا همینجوری بچه داری؟ سرزده بچه میره داری؟ نه بچه ندارم اصلا اصلا 8 سالم بچه از پای نیامده نه بابا پایین چه ای کاش یادم بزن توش خب یه دوستم که الان یکم الو حال بدی حال یک اسلام بلند شده حال بدم حال بدی اولا اخ داد برم خب شهروال بیاد پایین منو کشتی خب دست میزنم روش منو ببوس شهروال بیاد پایین منو کشتی لب دو بیاد خب لب بگیر خود دیگه خود لب دو بیاد الان بگیری کاش اینجا باشی دست دو رو اسلام باشه الان بگیری الان بوسم که یکی دیگه تو هم بوست منو بخور شام آمد کاشلا با من بودید و دست رو اسلام بود ای بابا ای مردم نگاه یه شفتون ناموقع زنده زدی یه دیگه از بچه مردمش دکتر این زن بچه با من بود ای بابا باز رفتم خونه دیدم مهمان داریم او تنه بابا چیز شانسی دارم ما ای بابا خب الان من یک چند که خط میشه باشه واسه شب زنگ بزنم بهت میگم خب یک سلال بیاد ساید آخه نمیشه یه ساعت باز نمیشه ایسا اکبر کشتی من ایسا نمیاد دیگه چرا نمیاد الان دست گذاشتم روش اشکال نداره اوی جان درد بجونم قربان بیارم خیلی عزیزی شدم آخری نگاه نه کجا ببینم منو بمیرم شما بورد پایین نگو دیگه حالم بخورم میشه دیگه خراب میشه حالم نگو دیگه بذارم بره یه 8 سر سوش بذارم نگو دیگه اینجوری نکن درمالی کنم بذار یکم درمالی کن اشکال نداره دست میزن روش خب بذار یکم درمالی کنم نمیذار بره تو خب نه اینجوری بیا بگی بوسم خب خودم دستم در روش گذاشتم روش دیگه چقدر نرمه من نرمه دیگه چقدر نرمه دیگه حال بدی دیگه بسن خو اوی منو کشی با قرآن میام پیشه دیگه کی بیایی خود دیگه امشب زنگ بزن چی کار واسه میکنم خب اگر نیامدم بیام کرماشا بیام کجا یکو ببینیم بیا میتونی بیای مسکن کجا مسکن بیام آخه بیا اونجا خودم آدرس بهت میدم میام دور میدان چیزه گاراژ کدام گاراژ او گاراژ قدیمی ترمینال اسلام آباد میگی ترمینال اسلام آباد میگم باشه همونجا زنگ بزن میام دنبال یکم دیگه حال بدی نه دیگه حالم خراب شه شلوارم خراب کردم اسم دو کیه اسم دو درست رفت اسم سمیراست مطمئن باش این همراه مالکیه بعدی موقعی میزنم او بگه مردی اون رفیقمه دیگه اشکال نداره باش حرف بزنم اشکالی نداره بیش بگو خب بگم سمیرا کجا میگن کجاست آره دیگه یک قبله بدو بیان مردم بگیر خود دیگه رو سعید واکو باز دیگه بعد چیز رو وردار تکوش رو وردار نمیشه دیگه حالم خراب میکنی نگاه میکنم سوپر بازی کنم سوپر
آره باشه خب. لخت و فرق خیلی جالب خوش میاد. کاش از عقب کردن. از عقب نمیشه دیگه. چرا نمیشه؟ از عقب خوشم میاد. نه نمیشه. عادی خوشم میاد عقب بکنم. از عقب بکنیم من 100 تومن میگیرم. نه بابا چه خبره؟ نه بابا 100 تومن میگیرم. نه بابا بالا نرفتیم. نه گشاد میشه دیگه خراب میشه. جوانی چرا به قرآن جوانی؟ آره به خدا. کاش ببینم. میبینی دیگه؟ نگاه بچه ما زنگ میزن رفقاش خدا وکیل. باشه. سوپرمارکت خودش هم اینجا. باشه به خاطر تو بهت میدم. تشکر. چجور بکنم؟ هر جوری دوست داشت. خودم یادت میدم. آره دیگه. خودم یادت میدم. خودت یادم میدی؟ آره دیگه. جانم. متحری؟ خودم مردن زنم. ای بابا. زنم حاملت صاحب ما هم هست. ای بابا. منو کاش یک عکس رو نگاه نزدیک مودی دست رو. باشه عکس اصلا میفرستم. یکم چیزش کو. چیکار کنم؟ یکم دست رو بذار. بیا گذاشتم دیگه. دست رو مال من زدی. گذاشتم دیگه. داغه. آره داغ. گرمه. یه دوستی داشتم چیزش کرد. ساک ازش خیلی خوشش آمد. ساک هم واسه میزنم عزیز. والا اگر 100 تومن بدی یه حال خوب بهت میدم. پول قابل نداره عزیز. مرسی. فقط کاش ببینم. خب میبینی کاری چیزی نداری نه؟ بس پول زنده بکنم ما خود. باشه اسپری واسه میارم خوبه؟ کسی نه پیش نیست؟ نه خیر. خب اسپری واسه میارم. بیا تا یه سر کار کنم. آره باشه. خب کاری بیتو کنم هر روز نتانی بسمیاد جمعت کنم روز چینه خودم. باشه ببینین تعریف کنی. رو گردن. باشه. چقدر خوشم یا روسایی دوار دارید. تمام اصلا دریایی روی مکوت قشنگ تو این درخت های بلوط هوای خوش آبیک. اون حال میده دیگه. یک رو دیگه حال بسم نه بسم کتا برم. الان بلند شده؟ دم دستگاه بلند شده؟ ولی خدا وکیل بلنده. بمیرم برا. خدا وکیل بلنده. یه حال خوبت میدم هر وقتی آمدی. چطور خداحافظی بکنیم؟ خب خداحافظی کن بعدم زنگ بزن. از بچه ها الان دیدم. نه گفت چرا بعدی اگر زنگ زد خبرم کو. باشه خب اشکال نداره با خودت بیار. احسان پسرمو امید علی خالص هم بودیم زنگ زدید. اما ما 3 نفر دیگه پیش ما بود. خب کاری چیز نه خدا بگیر دیگه. شما یه خورده از زمان رو بیا. شما دوالی فاین؟ آره دیگه. چجوریه؟ خیلی قشنگ سفید توپله. آره دیگه. نمیدارم ولی الان من نمیدونم چه کنم. من سرویسم الان نمیتونم برم کار بیارم. ای بابا. و علی ماشین خاموش کردم تو راه خوشکار نداره. کاری نداره. که زنگ میزنید؟ شب تنگ زنگ بهت میزنم خبرت میکنم. خب خدا